اگر تو هم جواب این سوالا رو میخوای با من همراه باش. تئاتر یک هنره، یک رسانه زنده که دنیایی بزرگ و متنوع داره. در تئاتر تو باید بدن کار کنی، بیان کار کنی، باید قواعد بازیگری رو با مطالعه یاد بگیری، باید دانشتو با تجربه تکمیل کنی و باید چیزهایی رو که یاد گرفتی هر روز تمرین کنی. و در نهایت همه اینا باعث ایجاد قدرت بیان خوب در تو میشه. خلاقیت تو رو تقویت میکنه و ایجاد حس موفقیت در تو میکنه. تو رو به یک خودشناسی خیلی قوی میرسونه که میتونه در آینده و در ارتباطاتت به تو خیلی کمک کنه. به قول استانیسلاوسکی، مرد بزرگ تئاتر، هر چیز سخت و نچسبی رو اینقدر تمرین بکنین که براتون عادی و طبیعی بشه، بهش عادت کنید. بعد از اون اینقدر تمرینش بکنید که براتون ساده بشه و بعد از اون دوباره اینقدر تمرینش بکنید که در اون به مهارت و تسلط برسید و در نهایت اینقدر تمرین بکنید که در اون به هنر برسید، به زیبایی برسید. تئاتر یک هنره، تلاش کنید.